یک خبر خوب برای اتباع و مهاجرین داخل ایران که پاسپورت خانواری و دستنویس دارند. توزیع پاسپورت الکترونیک در سفارت شروع شد. بله دوستان، سفارت افغانستان در تهران قراره که از شنبه 5 میزان توزیع پاسپورت های الکترونیک را شروع کنه برای کسانی که پاسپورت خانوار دارن. چند تا نکته داره. نکته اول این که این فقط فعلا برای کسایی که پاسپورت خانوار دارن. کسانی که کارت آمایش دارن یا پاسپورتشان گم شده یا هر مشکل دیگه دارن نمیشه، باید پاسپورت خانوار داشته باشن. نکته دوم این هستش که باید حتما از طریق دفتر کفالت اقدام شود، یعنی مراجعه نکنید به سفارت. از تاریخ 5 میزان شما مراجعه کنید به همون دفتر کفالت که پرونده دارید، اونها به شما میگن که چه تاریخ مراجعه کنید به سفارت. بعد از اینکه که طی مراحل شدید و سفارت هم رفتید کاراش انجام دادید، پاسپورت ها دوباره انتقال میشه به همون دفتر کفالت و شما پاسپورت خودتان را از دفتر کفالت میگیرید. دفتر کفالت هم نفر 170,000 تومان همون اولی که پرونده را تحویلش میدید برای شما از شما دریافت میکنه به ازای هر نفر 170,000 تومان و هر نفری هم 300,000 تومان موقعی که پاسپورت را به شما تحویل داد. وقتی که پاسپورت ها از سفارت ارسال میشه برای دفتر کفالت، دفتر کفالت کارهای اقامتیش انجام میده، دوباره برای شما زنگ میزنه، میرین تحویل میگیرین و نفری 300 تومان هم اونجا برای شما هزینه داره. این خلاصه اطلاعیه بود، اما اگر که میخواد اطلاعات بیشتر